سرکشی به این گلخونه اختصاصی آقا خوربش فولاد کبیر، همه‌شون 50 سال به بالا. پارسال بود این قول پیکره افتاد که الان ریشه دارش کردیم. این قول پیکره 4-5 متری افتاد، ولی اینا رو برایشون دیگه شاسی درست کردیم. یه دونه از گیاهای بزرگمون افتاد، اوروسه کاشتیمش اینجا، حالا تازه ریشه زده. نزدیک 40 فکر کنم 2-3 سالشه. من خیلی دوستش دارم. این هم شاسی کشی کردیم و یه دالون کاغذی مثل گلخونه خودمون اینجا درست کردیم.